آدما رو از رو ظاهرشون قضاوت نکنی. یکی میبینی تو بنزه ولی راننده است، داره میره دنبال حسابکارش. یکی هم رو موتوره ولی داره میره ماشین میلیاردیشو از پارکینگ در بیاره. یکی بالا شهره ولی مستظره. یکی پایین شهره ولی صابخونه 10 تا مستظره. آدمای پولدار زیادی دیدم که باغ و ماشین و ویلا تا دلت بخواد دارن ولی بدهکارن، همیشه فراری از طلبکارن. یا آدمایی رو هم دیدم که مال و منالی ندارن ولی دریای اعتبارن. یه وقت این اینستاگرام گولت نزنه رفیق. یکی اینجا پستش 3 تا لایک بیشتر نمیخوره ولی دورش پر آدم به درد بخوره. یکی هم استوریش ویو میلیونی میخوره ولی تنهایی قصه هاشو میخوره. یا آدمایی رو اینجا میبینی که انقدر عاشق همن و زندگی قشنگی دارن که دوست داری یه عمر جاشون زندگی کنی ولی واقعیت زندگیشونو که ببینی حتی 1 ساعت هم دووم نمیاد.